بچه ها اگه فکر میکنین توی سریال های تاریخی فقط شمشیر و جنگه، صبر کنین تا ببینین چطوری اینا وسط قصر هم دعوا میکنن، هم عاشقی میکنن، هم از لیوان همدیگه مشروب میخورن. خب برسیم به ادامه داستان دلبرانه های نیائو و لینگبوی. قسمت قبل رو یادتونه که از عاشقانه هاشون گفتیم، اما این قسمت دخترای حسود قصر ریختن سر نیائو، انقدر اذیتش کردن که شب که شد وقتی رسید رسما له و لورده شده بود. یعنی اگه یه کم دیگه اذیتش میکردن احتمالاً باید با جرس ثقیل جمعش میکردن. خلاصه شب که شد نیائو داغون بود که ناگهان قهرمان داستان جناب لینگبوی با اون ابهت همیشگیش وارد صحنه شد. حالا فکر میکنین چی شد؟ نیائو همین که دیدش قشنگ زد زیر گریه، بعدم پرید بغلش، نه یه بغل ساده ها، یه بغل از اون مدلای فشار فشوری. بعدش هم که نیائو گفت آقا من دیگه خسته شدم، این دخترای قصر دارن منو تمرین بوکس میکنن، بیاد به من دفاع شخصی یاد بده. دفاع شخصی یاد میدادا، ولی بیشتر از مشت و لگد برق عشق تو هوا پخش میشد. رسما شبکه عاشقانه بینشون وصل شده بود و سیگنال عشق از خودشون ترشح میکردن. اما داستان همینجا تموم نمیشه. فرداش دعوت شدن به یه مهمونی. حالا شما فکر کنین قصر دربار امپراتوره، آدم انتظار داره همه خشک و رسمی باشن، ولی نه، بزن و برقص و پایکوبی و مشروب خوری راه افتاده بود. این دوتا وسط مجلس چنان جو گرفته بودشون که شروع کردن از لیوان همدیگه مشروب خوردن. یکی نبود بگه عزیزان شما تازه اول عاشقی هستید، بابا یکم آرومتر، کمتر از این خزبازیای اول ازدواج رو در بیارید. حالا برسیم به قسمت 38، جایی که هنوز نیائو رسما نگفته بود من عاشقتم. امپراتورم که انگار مسئول رسمی پیشبرد روابط عاطفی این دو نفر بود، یه نقشه عجیب کشید. نتیجه چی شد؟ لینگبوی بدبخت حسابی کتک خورد. یعنی طرف به خاطر اعتراف عشقی که هنوز نگرفته بود خورد تو دیوار. امپراتور هم از دور احتمالاً داشت میگفت بزنیدش، شاید دختر دلش بسوزه، و دقیقاً همین شد. لینگبوی زخمی و داغون تو محل اقامتش در حال مداوا بود که نیائو رسید. اینجا دیگه خانوم نتونست طاقت بیاره، شروع کرد عاشقانه حرف زدن. اول یه بوسه آروم روی پیشونی آقا زد، همون لحظه‌ای که همه فهمیدن کار تمومه. بعدش هم که دیگه بوسه اصلی زده شد و رسما پرونده اعتراف عاشقانه بسته شد. یعنی خلاصه اگه امپراتور دفتر مشاوره روابط عاطفی باز میکرد الان نصف قصر ازدواج کرده بودن. اگه از این مدل تعریفای بامزه سریال خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و بگید قسمت بعدی رو ادامه بدم یا نه.